أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب اللباسی، یعنی کتاب در مسئله لباس که لباس پوشی و یا لباس ها چی طور باشد. خلاصه در این مسئله چندین باب ها می آورد و چندین حدیث ها را برامون تقدیم میکند. خب، اولین باب این کتاب لباس باب استحباب ثوب الابیضی، یعنی باب در مسئله مستحب بودن لباس سفید. لباس سفید پوشیدن مستحب است، یعنی خوب است. و جواز الاحمری والاخضری والاصفری والاسودی، و جایز بودن پوشیدن لباسایی که احمر هستند، یعنی سرخ هستند، والاخضر یا سبز هستند، والاصفری یا زرد است، والاسودی یا سیاه است. این لباسا هم پوشیدن جایز است، اما بهتر و خوبتر این سفید است. و جوازه من قطن و کتان و شعر و صوف و غیرها الا الحریر. همچنین میگه جایز است لباسایی که از قطن هستند، از پخته هستند، و کتان، یا که از کتان است. کتان با تو که اون کتانش میگیم، نه؟ یا گیاهی هست میگه که از اون از دانگیش روغن گرفته میشود، اما از پوستش است. خلاص از چیزی است که لباس آماده میکنه. کتان زغیر است، نه؟ خب، همون و شعرین و لباسی که از پشم است، شعری است از پشم است. و صوفین یا از شعر است، یعنی از مو است، و صوف یعنی که از پشم است، از موی است یا که از پشم است. و غیرها الا الحریر، و غیر از اینها دیگر لباس ها هم از هر چیز باشد غیر حریر، غیر ابریشم، هر چیز دیگر باشد از اون جایز است که چیکار کنیم؟ لباس کرده بپوشیم. اکنون در زیر همین باب امام نووی رحمه الله دو آیت میارد، بعد از این شروع میکند به حدیث ها. آیت یکم میگه قال الله تعالی، گفت الله سبحانه و تعالی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. میگه که ای فرزند آدم، الله تبارک و تعالی میگه که ای فرزند آدم، قد انزلنا علیکم، واقعا ما فرستادیم یا آفریدیم، خلق کردیم برای شما، لباسا، لباسی را که یواری سوآتکم، اون لباس می پوشاند شرمگاه های شما را. اون لباس برای پوشاندن شرمگاه های شما هست. و ریشن، و همچنین الله سبحانه و تعالی میگه که ریش را برای لباس پوشی یا لباس، یکمش که لباس است، دیمش از ریش است، از پر است، خلاصه از این پشم و از این چیزها. و لباس التقوى ذلك خیر، و همچنین الله سبحانه و تعالی میگه که لباس تقوا، این لباس تقوا بهتر و خوبتر است. و لباس تقوا این بهتر و خوبتر هست. خب، یعنی که یکم لباس برای پوشاندن اندام هاست، دویم لباس است که لباس تقوا. لباس تقوا این چی است؟ بهتر و افضلتر و خوبتر هست. خب، سوره اعراف این یکم آیت. آیت دوم میگه و قال تعالی، گفت الله سبحانه و تعالی و جعل لكم سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بأسکم. الله سبحانه و تعالی میگوید که و جعل لكم، و گردانیده است الله سبحانه و تعالی، آفریده است الله سبحانه و تعالی برای شما سرابیل های را، یعنی لباس های را که تقیکم الحر، یعنی که حفظ میکند، نگه میدارد شما را از حر، یعنی که از گرمی و از حالتهای سرمایی، بگیم خنکی. و سرابیل، و همچنین الله سبحانه و تعالی لباس های خلق کردگی است که تقیکم بأسکم،
یعنی که حفظ میکند شما را از بعثتان، یعنی در حالت جنگ و جدال و خلاصه اذیت و آزار و خلاصه این چیزها شما را حفظ میکند. در حالت جنگ پوشیده میشه، لباس های جنگی. الله سبحانه و تعالی میگه اینها را برای شما خلق کرد یا آفرید یا به وجود آورد. این دویم آیت درباره لباس. بعد از این اکنون میگذرد در قسم حدیث ها. اولین حدیث این کتاب حدیث ریاض الصالحین 778. وعن ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه که از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت البسوا من ثيابكم البياض، یعنی بپوشید شما از لباسهایتان رنگ سفیدش را، لباسهای سفید. فانها من خیر ثيابكم، پس هر آینه همین لباس سفید بهترین لباس است. و کفنوا فیها موتاکم، و کفن کنید در همین لباسهای سفید مرده هایتان را، یعنی همون سان سفید و لباس سفید قطعی مرده هاتان را کفن بکنید. پس این حدیث دلالت کرد به بهترین لباس سفید بودن. رواه ابو داود و ترمذی، این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کرده و قال حدیث حسن صحیح، امام ترمذی گفته است که حدیث حسن و صحیح می باشد. بعد از این حدیث 779 وعن سمرة رضی الله عنه قال، از سمره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت البسوا البیاض، یعنی بپوشید شما لباسای سفید را. فانها اطهر و اطیب، پس نه همین لباس سفید اطهر است، یعنی پاکتر و پاکتر است، و اطیب یعنی بهتر و خوبتر هست لباس سفید. و کفنوا فیها موتاکم، یعنی که کفن بکنید به همین لباسای سفید مرده هایتون را. رواه النسائی و الحاکم، این حدیث را امام نسائی و حاکم روایت کرده که و قال حدیث صحیح، و گفتگی است امام ترمذی که امام نسائی گفتگی است که حدیثی صحیح است. وعن البراء رضی الله عنه، یعنی حدیث بعدش حدیث 780. وعن البراء رضی الله عنه قال، یعنی که از براء رضی الله عنه روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم مربوعا، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مربوع بود. مربوع انسانی که نه بلند و نه پست، یعنی میان قد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میان قد بود. ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط احسن منه، میگه واقعا دیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو فی حلة حمراء، یعنی در لباس سرخ، در لباس سرخ پیغمبر رو دیدم. ما رأیت شیئا قط احسن منه، ندیدم چیزی را هرگز زیباتر از اون حالتی که پیغمبر دیدم. میگه یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو چنان زیبایی دیدم. در تنش چی داشت؟ لباس حمرا داشت، یعنی لباس سرخ داشت. چطور گفت که لباس سرخ و سفید و سرخ و سیاه اینها رو هم پوشیدن، زرد هم پوشیدن چیه؟ جایز است. پس این دلیل است که پیغمبر رو میگه دیدم در لباس سرخ. حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 781 وعن ابي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال، یعنی که از ابو جحیفه وهب بن عبدالله رضی الله عنه روایت است که گفت رأیت النبی صلی الله علیه و سلم بمکة وهو بالابطح في قبة له حمراء من ادم، میگوید که دیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در مکه، بمکه یعنی در مکه پیغمبر رو دیدم، و هو بالابطح، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در وادی ابطح بود. ابطح نام مکان است. پیغمبر در همون ابطح بود. فی قبة له، در قبه بود، یعنی در خیمه، در کپه بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حمراء، اون کپه پیغمبر چی بود؟ سرخ بود. همون خیمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم سرخ بود. من ادم، از پوست بود یا که از ادم بود. فخرج بلال بوضوئه، پس میگه
برآمد یا آورد بلال رضی الله عنه بوضوئه، یعنی آب طهارت پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو. وضو طهارت است، وضو آب طهارت. اگر او رو فتح کردیم آب طهارت میشد. بوضوئه یعنی آب پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو. فمن ناضح و نائل، پس فمن ناضح، پس بودن مردمی که ناضح بودن. ناضح یعنی کسی که آب پیغمبر، آب طهارت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تبرکن میگرفتن. فهمو؟ این را میگن ناضح. و نائل، نائل کسی را میگن که اون کس آب رو از پیغمبر گرفته است و این کس از اون میگیرد. مثلا صحابه که آب رو از خودی دست پیغمبر گرفت بعد طهارت کردنش، اما آدمایی که از این صحابه میگیرن اون را چی میگن؟ نائل. ناضح خودی که از پیغمبر میگرفتگی آدما، نائل کسی که از اون صحابه میگیرد آب را، این را میگن نائل. پس یعنی که آب طهارت پیغمبر را یعنی در زمین چکیده نمیموندند، مردم همه دست دراز میکردن آب را تبرکاً میگرفتن. فخرج النبی صلی الله علیه و سلم و علیه حلة حمراء، پس میگه برآمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در پیغمبر لباس حله حمرا داشت، یعنی لباس سرخ داشت، لباسش سرخ بود. پیغمبر برآمد بگه کأنی انظر الی بیاض ساقیه، گویا این که میگه من نگاه میکردم به سفیدی های دو ساق پای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی که من میگه نگاه میکردم به ساق پای پیغمبر. فتوضأ و اذن بلال، پس پیغمبر میگه طهارت کرد و از آن گفت بلال رضی الله عنه فجعلت اتتبع فاه ها هنا و ها هنا، پس میگه شروع کردم، حذیفه میگوید، ابی جحیفه میگوید شروع، فجعلت پس شروع کردم اتتبع فاه ها هنا و ها هنا، یعنی که دنبال میکردم یا که تبعیت میکردم، یعنی نگاه میکردم فاهو یعنی دهان بلال رضی الله عنه را که، یا روی بلال رضی الله عنه را که ها هنا و ها هنا، یعنی که این طرف و اون طرف حرکت میکرد، یعنی که وقت از اون گویره در نظر دارد نگاه میکردم که مثلا چطور از اون میگفت و چه حی علی الصلاه و حی علی الفلاح میگفت، من میگه دنبالش میکردم حرکتاش و گفتناش. یقول یمینا و شمالا، میگفت همین سخنها را به طرف راست و چپ میگشت، یعنی حی علی الصلاه و حی علی الفلاح، حی علی الصلاه حی علی الفلاح گفته، خلاصه طرف راست و چپ میگشت. حی علی الصلاه یعنی بیایید به طرف نماز، حی علی الفلاح یعنی که بیایید به طرف کامیابی و نجات. ثم رکزت له عنزه، پس میگه رکزت له یعنی که به زمین گذاشته شد یا زده شد برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم عنزه، یعنی چوبه به زمین انداختن برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، همون ستره‌ای که میگن در پیش نماز میگذاری که امور برای پیغمبر گذاشتن. فتقدم، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش رفت، یعنی که امام شد. فصلى، پس نماز گذاشت. یمر بین یدیه الکلب والحمار لا یمنع، میگذشت به نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم سگ و خر و لا یمنع یعنی منع کردن نمیشدن گذاشتن این حیوانات، زیرا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی کرده بود؟ عنزه زدگی بود، یعنی که چوب را زدگی بود، همون ستره موندگی بود برای خود دیگه، پر ستره کسی بگذاره اشکال ندارد. حدیث متفقون علیه است. خب این بود حدیث 781. بعد از این حدیث 782 وعن ابي رمثة رفاعة التيمي رضي الله عنه قال، میگه که از ابو رمثه رفاعه تیمی رضی الله عنه روایت است که گفت رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و علیه ثوبان اخضران، میگه که دیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو که پیغمبر در بدنش داشت ثوبان اخضران، یعنی که دو ردا یا دو ازاری که سبز بودن، همون لباس پیغمبر سبز بود در بدنش. این حدیث دلیل برای
رنگ سبزم پوشیدن. رواه ابو داود و ترمذی، این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کرده که به اسناد صحیح، به اسنادش صحیح است. بعد از این حدیث 783 عن جابر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم دخل یوم فتح مکه و علیه عمامة سوداء. از جابر رضی الله عنه روایت است که میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آمد روز فتح مکه، روزی که مکه را فتح کردن، پیغمبر در آمد و علیه عمامة سوداء، این واو حالیه است، یعنی که در حالی که بر بالای سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم امامه سودا بود، یعنی که سله پیغمبر صلی الله علیه و سلم سیاه بود، سله سیاه پیغمبر در سرش داشت و به مکه داخل شد. این حدیث دلیل برای لباس سیاه را استفاده بردن. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. بعد از این حدیث 784 وعن ابي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال، یعنی که از ابو سعید عمرو بن حریث رضی الله عنه روایت است که گفت کأنی انظر الى رسول الله صلی الله علیه و سلم و علیه عمامة سوداء، یعنی گویا این که من نگاه میکردم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حالی که بر بالای سر پیغمبر سله سیاه بود، قد ارخا طرفیها بین کتفیه، واقعا میگه ارخا یعنی آویزان کردگی بود، کشال کردگی بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، طرفیها یعنی که یک طرفی همون سلهش رو، همون توجیکت میگه فشی سله کو، همون فشی سلهش رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم آویزان کردگی بود، میگه بین کتفیه، در بین دو کتفش، یعنی با پشتش، در همون فشی سلهش میگه در پشتش آویزان بود. خب این هم حدیث دلیل برای سله سیاه، یعنی که لباس سیاه را استفاده بردن. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. و فی روایت له، در یک روایت دیگر از مسلم آمدگی است، یا که از ابو سعید رضی الله عنه آمدگی است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم خطب الناس و علیه عمامة سوداء، میگه هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطب الناس، یعنی سخنرانی کرد در بین مردم، و علیه عمامة سوداء، و در حالی که بالای سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم سله سودا بود، یعنی سله سیاه بود. پیغمبر با سله سیاه با مردم سخنرانی کرد. خب این بود حدیث 784. بعد از این حدیث 785، این حدیث انشاءالله درس آینده. خب این است حدیث های این باب که درباره لباس های، رنگ های لباس را اختیار کردن برای پوشیدن، کدامش خوبتر و کدامش جایز است. و با همین درس امروزه به پایان، انشاءالله دوام 3-4 حدیثی که موندگی است انشاءالله اونش درس آینده میخونیم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.